زندگی انسان در کار است در تاجیکستان میروید میسبزد پرورش مییابد چیزی مخصوصا همش یک طرف همین آن ذخیره های اصلا و برای انسان به بنزین به سالارکا به گاز به برق زندگی کردن میشود لیکن به آب چی میشود خلاص با خدا قسم اینقدر این انسان تو درجه آوانتوریستی هست تا درجه افریستی که اوورد فرهنگ زبان مدنیت ملت اوورد تو تمامی چیز در زمین تاجیکستان میروید کبرا و یک کس ریشه کمال بکنه برای گرفتن میقفن اولادش قطعی میبرد ترمه و سودش میکنه برای یک نفر در دنغره یا اینکه در 5 پیسته بچین والله میپرانه تخمینه یا آزاده برای پیسته چیندگی رحمان فلانت کرده برای که تو دروغ بگوی که در تاجیکستان ما همه چی میرویه آیا همه چی میرویه برای اویله تو میرویه برای ملت تاجیک نمیرویه اون چیز بعد میگردی میگوی که ما در زمین بنزین هیچ سویت در کار نیست همه آبوشا بسه پدنالت ما اگر ترا بریم دیگه مونیمت به یگون چیز دامیاج بگیریم برای مونیمت در پیش دست تکون او مونیم تو زندگی کرده میتونی شکرونه گفته میتونی با اون یاست تکون او در پیش برای مونی سویت تو نمیتیا دید که سویت نیست دید که فروختن سویت میگنش که با سویت فروشیم مردم خیلی قدادو میکنن خاب میکنن گفته اما سویت قبر ما گفت انا می آوادی نمیو شکرونه نکنه که شما در بیش زندگی داری تا کدوم بیش تو او آواد آفریقا ماست اما اوی که هست اما آواد آفریقا ماست اوی که های خودمون اوی نعمت خداوند که او برف او کرده است یعنی که آب برفی از کوههای تاجیکستان میآید به زمین بفهمه مردم که شما در سویت بوید نیسته شما در میگه او بسه میگه شما غلامین غلام باید شکرانه کنه فقط غلام کارش فقط شکرانه